مشتری عزیزمون اومده و کار شما شروع میشه. توی این مرحله شناخت موی شما بسیار مهمه. از مدلمون پرسیدیم رنگ دارن، دکولوره دارن، قبلا اتو براشینگ های مکرر زیاد انجام دادن یا نه. خب مدلی که امروز برای ما اومده موهاشون کاملا طبیعی هستش، فر تقریبا ریزی دارن، سفیدی توی موهاشون مشاهده میشه. قسمت های انتهای مو رو وقتی دست میزنیم نازکی و آسیب بالا رو احساس میکنیم. به مشتری عزیزمون میگیم که برات خدمات بسترسازی رو انجام میدیم، ولی اگر موهات آسیب خیلی بالایی داشته باشه سعی کن به مرور زمان تقریبا 1 الی 2 سانتی مایل موهات رو کوتاه کن. در مورد سفیدی هایی که گفتیم، اگر یادتون باشه چون ما برای این مو باید اسیدی استفاده کنیم، ممکنه که روی این سفیدی ها ما توناژ زردی رو داشته باشیم. هرچند الان جدیداً متد هایی که روی موادها داره استفاده میشه این موضوع رو به حد اقل رسونده، ولی باز ما به عنوان کسی که داریم برای مشتری خدمات انجام میدیم باید این موضوع رو در نظر بگیریم. پس مواد اسیدی رو براش انتخاب میکنیم، روی قسمت های سفیدیشون کمی از مواد شیمیایی شارژ میکنیم. توی اتوکشیمون هم درجه رو طبق اصولی که توی بخش اتوکشی براتون توضیح میدم انجام میدیم. مرحله اول شناخت ساختار موی مشتری هست، بعد میریم برای شستنش سر و بعد هم ادامه کار. خب موهای مشتری نازنین رو شستشو دادیم و براشون خشک کردیم. یادتون باشه زمانی که موی شما سالم هست و طبیعی هست 80% مو رو خشک کنید، به خاطر اینکه اون 20% رطوبت رو ما برای این نیاز داریم که مواد رو راحت روی مو سر بدیم، به خاطر اینکه مواد غلیظ هستن و نیاز داریم که به تمام مو مواد رو برسونیم. الان میخوایم تقسیم بندی مشتری عزیز رو انجام بدیم. تقسیم بندی توی مواد کشی 4 تایی هستش، یعنی 2 تا پشت 2 تا جلو. حنانه جان زحمتشون رو بکش. خب 90% مواد اسیدی رو با 10% بوتاکس قاطی کردیم، به خاطر اینکه روی موی مشتری کمی خشکی رو احساس می‌کردیم. می‌خوایم هم احیا رو داشته باشیم هم صافی. نحوه زدن مواد رو خوب دقت کنید بچه‌ها. موادهای اسیدی چون موادهای غلیظی هستن خوب باید ازش به درستی استفاده کنید که مو رو دچار خفگی نکنید. موادگذاری مشتری عزیزمون تموم شده. الان باید صبر کنیم تا مواد کار خودش رو روی مو انجام بده.
برای مواد اسیدی نگران تایم نباشید که از دستتون در بره. 5 دقیقه 10 دقیقه مجاز هستید که بیشتر مو رو نگهداری کنید، ولی تایم دقیق رو بهت میگم. برای موهایی که فر خیلی قوی دارن حدود 1 ساعت و نیم، برای اینکه فر متوسط دارن 1 ساعت و برای موهایی که فر اونقدر ندارن 1 ساعت کفایت میکنه. توی زمستون ولی باید یه نکته رو رعایت کنی. ما الان این فیلم رو داریم توی هوای سرد برای تو ضبط میکنیم، پس باید خیلی مراقب باشیم که موی مشتری سرد نشه. مواد توی دمای بالا فعالیت پیدا میکنه. یا میتونید هر 10 دقیقه موی مشتری رو که پوشوندین با بادگم مواد رو فعال نگه دارید، یا از دستگاه کلامازون استفاده بکنید. نیم ساعت کفایت میکنه که مواد روی موی مشتری فعال بشه. آموزش دستگاه ها رو توی بخش دستگاه ها براتون میذاریم. خب مرحله شستشوی آخر مشتری رو داریم. حتما باید آب خنک باشه، به خاطر اینکه تو این مرحله ما میخوایم کوتیکل ها رو کامل ببندیم. 100% موی مشتری رو شستشو میدیم. خیلی حواستون باشه که آب رو روی صورت مشتری نیارید. لطفاً بچرخون، نه فقط بچرخون. مرسی. ببینید حتی زیر موهارم کامل 100% شستشو بدید. سمت دیگه لطفاً. صاف کنید سرکونه. موها رو که 100% شستشو دادیم میریم سراغ ماسک تثبیت. همه موادهای کراتین ماسک تثبیت شماره 3 رو دارن، ولی ما برای برند پرایم از خود ماسک ایمپکت استفاده میکنیم. ماسکیه که به ماسک عنکبوتی هم میشناسنش و سرشار از پروتئینه. هم تثبیت خوبی روی مو داره، هم شاین خوبی روی مو میده، هم پروتئین رو دوباره شارژ میکنه روی مو. مقداری که برمیدارید نباید زیاد باشه، مثلا برای یه حجم همین مو انقدر کفایت میکنه. به صورت عنکبوتی استفادهش میکنیم.
دو سر مشتری رو میزنید و ماسک رو کامل به همه جای مو میرسونید. ماساژ میدید به سمت پایین. اصلاً موها رو به هم دیگه مالش ندید. فقط ماساژ به صورت طناب کشی باشه. یادتون باشه نوکای مو رو فراموش نکنید. معمولا نوکای مو رو باید یه کوچولو شارژش کنید. زیر مو بذار سر جلسم. و این میشه ماسک ما. 5 دقیقه صبر میکنیم. آبکشی 70% رو انجام میدیم. انتهای کار. موهای مشتری عزیز رو فقط با یک باد گرم سشوار خوش کردیم. توی متد جدید دیگه آسیب رسوندن نداریم. موقع اوتی کشی اذیت شدی؟ خیر، چون شستشو داشتیم. تکنیکای نانو همینه. ماندگاری کارشون دائمی هست، یعنی هر 1 سالی که تشریف میارن فقط ترمیم ریشه نیازه. مشتری های شامل ترمیم شارژ ساقه هستن که نگهداری خوبی نداشته باشن، تیروئید داشته باشن، مسائلی که باعث خشکی مو بشه. در هر صورت فر مو بر نمیگرده روی ساقه ها، ولی ممکنه که بعد از 1 سال خشکی شارژ احیاییشون رو بخواین داشته باشید. مبارکت باشه. مرسی که به ما اعتماد کردی.